لگور ناوندارا گهاندن لقلمون کو کتیبین شورشوانان لدورا قلمون لدر دورا شامی را گهاندن با آوا کرنا جورا اپراسیونان یا کو ناولتی کرن با آزاد کرنا دورن قلمون او خالا دسپیکیش با آزاد کرنا همو گندو باجارن قلمون جهیزن رژیم سوری. دوی درباره ده کتیبین اپوزیسیونا سوری کاریبون پیشکتنان به دست خواه بینن. جوان پیشکتنان کشتنا به دهان جهیزن اسد و هیزن حزب الله لبنانی سرباری وی که کاریبون بالفرک شر ججورا میک بینن خوار. هر وها تقاندنا تانکه که سرباری هجمارک جچک و جبل خانه به دست خستن. هر وها کاریبون سر گرن رژیم اسد تک بدن. جعلی خواه رژیم اسد هزا خواه پاش خست دوی درباره دا هزن اپوزیسیونا سوری یا چکدار کاریبون جرود العز توباران بکن هن مالپرن الکترونی جهن سر کردین حزب الله لبنانی و گوهستیا بویر و شره و داویه گوهرتنک دناو رفین اپوزیسیونا سوری ده چیکر او جی جبروانی برو هریشان و چو هر وها جدرک بسر حزب الله لبنانی و تکسکر کوچکدارن اپوزیسیون دهریشن خدا بسرکت اجبرکو او چکه ما بکارتانین. بسدما وان پیشکتنان رجانا کوکیان دناو برا هزن اسد و حزب الله لبنان ده بلند بو. لگور جدرک لبنانی جمال پرا سیراج پریس را اشکره کریا که حزب الله لبنانی همو هزو سرکردین لشکرین میدانی ین کول قلمون و غطار و جهلات شرد کرن وکشاندن هندری لبنانی. هر وها هن جدران آماجه کرن که هن کوکی دناورا افسرین مزن ده رژیم اسد دا و سرکردین حزب الله لبنانی دا چه دبن بسدما شری حزب الله لبنانی لسر آنیان و تاوان بارکرنا سرکردیان ده حزب الله لبنانی دا جهیزین رژیم اسد را. دوی درباره دا هن جدر تکز دکن که روشک نرازی بونه دناف خلکه دا لدورین دا سلاتا حزب الله لبنانی پشتی زدبونه هجمارا کشتیان لسوریه درکتیا که حزب الله لبنانی ده پیشروجه دا و استراتیجیتا شر لدوره و بگهرا تنه لدورین آرام و بمینا. پیامنیر اوفیسا را گهاندنه ده دستیا گشتیا شورش القلمون را گهاند که هجمارک مزن جه سرکردین حزب الله لبنانی هاتنه کشتن. جناوان باسم طباجا و کره خواه حسن نصرالله حمزه یاسین و ابراهیم الحاج کسی هری نزیک جه امیندار گشتی یه ملیشیات حزب الله. هجای گوتنه که جورا اپراسیونان همو فصائلين لشکری لواء الغرباء كتيبين أحرار قلمون جيش الإسلام كتيبة حبيب مصطفى وحركة أحرار الشام الإسلامية لخود قرا. عدلة أحمد، بروغراما آرك.